استفاده عاقلانه و مقصدناک زمین‌ها عامل مهمی فراوان حاصلی به شمار رفته باعث تأمین امنیت آذوقه‌واری و همزمان بالا رفتن سطح زندگانی دهقانان می‌گردد. با توجه و پشتیبانی‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان ساحه کشاورزی رشد نموده، دهقانان از دستگیری‌های دولت و حکومت برخوردار هستند. در این روند استفاده هر وجب زمین مهم بوده، ساکنان در زمین‌های نزد حوالگی خود به کشت و پرورش انواع گوناگون محصولات کشاورزی مشغول می‌شوند. چنانچه سلیم جان خواجه‌ایف ساکن جماعت دهات دهمای ناحیه جبار رسولوف در زمین خود در مساحت 801 گرمخانه بنیاد نموده در آن پرورش پامیدار و بادرینگ را به راه مانده است. نامبرده همراه اهل عائله‌اش همروزه در این گرمخانه فعالیت داشته برای رویانیدن حاصل بلند تلاش می‌ورزد. در زمین نزد حوالگی 8 سوتخ به دهقانی میکنیم. ما در این 8 سوتخ بادرینگ پامیدار میکاریم. ترسیده کاشتیم، بادرینگ از الدا کاشتیم، تورلاک نقص همشان تخم نقص، حاصل ناکش نقص. در گرمخانه مذکور پمیدارهای نوع ترسیده F1 و تورلاک F1 که از شرکت بیا زندان دسترس گردیده است پرورش می‌یابد. با این مقصد هنوز از ماه فوریه کشت و پرورش پامیدار به راه مانده شده، امروزها حاصل آن پخته رسیده است. بنا به اطلاع سلیم جان خواجه‌ایف، محض نگاه‌بینی سری‌وقتی، رعایت حتمی قاعده‌های اگرتکنیکی، محبت به زمین امکان داد که چنین حاصل فراوان استحصال گردد. تخمی مذکور با باد و هوا و اقلیم منطقه مطابق بوده، تجربه ثابت ساخت که این نهال پامیدار با گرمی و سردی و کسلی‌های گوناگون تاب‌آور میباشد. همکاری این شرکت با نفوذ امکان داد تا حاصل دلخواه رویانیده شده بازار استعمالی تا اندازه با محصولات وطنی تامین گردد. В данной теплице мы четко видим наша демонстанция. Здесь наши партнеры достаточно много уделили внимания технологии, выбрали правильный гибрид. Нужно на этом сделать акцент, что гибрид у нас выращивается торсида, тевая устойчивый, устойчив к вирусу желтой карликовой курчавости. В данном тепличном комплексе мы видим, что полноценные кисти. Гибриды голландской селекции отличаются устойчивостью к большинству заболеваниям, с высокой урожайностью и основное преимущество – высокая транспортабельность. То есть местный фермер, выращивая голландские гибриды, позволяет увеличивает возможность заработка. Появляется возможность транспортировать с территории Таджикистана плоды томатов в Россию и другие соседние регионы. در گرمخانه دیگر باشد نامبرده پرورش بادرینگ را به راه مانده است. با این مقصد اساساً از تخمی نوع یلدا F1 استفاده گردیده تاکنون 4 مراتبه حاصل آن پیشکش خریداران گردانیده شده است. بنا به اندیشه متخصصان این نوع بادرینگ نظر به دیگر نمود سیر حاصل بوده با طعم و لذت برتریت بیشتر دارد. مشاهده ها نشان می‌دهد که استفاده مقصدناک زمین‌های نزد حوالگی به اقتصاد خاندان تأثیری مثبت رسانیده همزمان باعث تأمین بازاری استعمالی می‌گردد.